امروز با تیم شاروال یعنی تیمی که دکانا و اینا را کنترل میکنن آمدیم تا گزارش آماده بسازیم تا ببینیم چی گونه کنترل میکنه. ما را امرا باشین. میبخشین. سلام، وقتتان بخیر. خوب هستین؟ خوب هستین شما؟ خیلی اجازه باشه پشت می طرف استاد چه حال دارین؟ خوب هستین؟ شکر. شما خوب هستین؟ میشه کوتاه خودم معرفی کنین؟ انجینر اسمت الله انصار، معاون ریاست تنظیم ماشین شاروالی کابل. صاحب امروز کدام ساحه آمدین و چی کار انجام میدین؟ قسم که شما در جریان هستین نرخ کنترل نرخ مواد اولیه است که ما امروز به همین منظور به نهه 11 آمدیم تا ببینیم که نرخ جا به کدام منوال است و آیا نرخنامه که ما از طرف کمیسیون تایید شده یا نشه رسیده همون تطبیق میشه یا نمیشه. درست است، تشکر. خب دوست عزیز ما را همراه باشین تا آخرین دقایق برنامه. سلام علیکم. خوب هستین؟ خیرت؟ چطور هستی؟ جور جور است؟ ساعتت خوب است؟ نرخنامه است؟ ها صاحب. کجاست؟ باش که نرخنامه. بیا اینجا ما هستیم اینجا. خیره دیگه کس شما خسته هستید دیگه دیگه را نمیمونید. شما چه کنین یک چک کنین چرا؟ موادش یک چک کنین. همین روغن چند میتر روسی را؟ روسی 580. 580 چند مرتبه؟ 580. ایره چند میتونه؟ ایره چند میتونه؟ 555. 440 سودا کردی؟ سام کنم شده را آورد خب چیزی که اون نرخنامه جزوگی گوشت گوساله 440 کو گوشت گوساله؟ این کل گوساله است. شما را چند داد؟ 440 صحیح ورکنی. تو څه پیدا نه؟ ها عاجز فکر کوي له خلک سره خلک بیچاره دي ګوره د مونږ په زړه نرخ دا واکم ان شاء الله تا واکم ولا یعنی نرخ کې خو موږ د تاسو نمائندگان له موږ سره موجود دي په نرخ خو موږ هغه نه کوو دا سیم نه کوو چې خدای نه خسته قصاب ته تاوان ورانه کنه خو تاسو د خلک سره ډیر ترحم کوئ نه مونږ خو دغه واکم ورکړه د خور ته و دا نرخنامه سید خیر مننه سلامت خامسو قصاب 420 با گوشت گاو کلان هم میتن او بیخی دیوانه است درسته خوب هستی جان جور است او بچه گوشت ها رو صحیح سودا کنی ما سال ساشل پای دغوی وقت دغوی؟ چرا دغوی وقت؟ ما تو وقت نه ما داریم نیم کیلو گوشت چی دادی خاله رو؟ چی گرفتی؟ سرخی کیلو چند؟ 40 50 روپیه نه 500 600 700 800 830 صحیح 830 بده خیر ببینی صحیح شد یکی دل ما را 500 420 روپیه آه چیزی که خاله میگه راست میگه خاله ما دادیم که نه گپ نزن نیم کیلو دونیم صد داد خاله پچه در کرد رو ری پچه در کرد نیم کیلو ده باق باکن وقت نیم کیلو دو نیم سوا دو کیلو من بسمه که وقت دار 2 کیلو ده پسه په 0 روپۍ چرا وای چی میگه خود دروغ نه تو خو مرا دیدی کی کار رو میکنی تو چرا اش کردی 4 تا ودره گا و رو رد تمام نور کړي 490 روپیه یا خانم چی میده 480 روپیه بابا 470 روپیه در کجا کی کجا داده کدام بچه تو چیکو اه بابا چا سرخی گاو داده کیلو 400 500 ندادم ما داد سرخی گاو الا ما چیکو مرلاکو دکان از این الا اجل الا جنگ گوشه داخل برد ترو نزات خلاصه تو برای دیگه شما خاله رو پیسه ده واخله زه خاله بیا تون دک بیا خاله تو بیا خدا شاهد است
برو پیسه آدی در کردی بو زه آدی پیسه اضافه در کردی حالا خدای با من خاله جان حالا بانک بگه استاد سلام شهرات تو چی نکن تو شما باشه دیگه حالا بارامی بیرو برو کم کنید کم کردم بیرو برو داخل لره کن داخل کم که لره که زن مرلاک مرلاک نیم کیلو را 270 روپیه خاله خریده خو خلاص از دیگه گپی کدام دکان ده کدام دکان تو بیا نشونه تو مرا نشون کجاست رمضان ثواب داره حالا شما بریم اونجا کار میکنیم بیا همشره از این خلاص شد دیگه بریم خلاص شد منصف دکان که چه مسئله و دا دکاندار دا دیمه دلته ترور و که په نیمه کیلو په 400 روپۍ ورکړی نیمه کیلو 200 یعنی 1540 روپۍ راځي او نرخ کې دیمه واخه چې دا سرخی واخه 4.5 روپۍ کیلو نو دوی قیمت فروشی کړه موږ عملاً دلته په ساحه کې گیر کړه بنان قانوني ته منه دا چې د کار نه مرلوک دا به څومره وخت مرلاک وي دا به 3 ورځې مرلوک تاسو سره بیا څه به اس کیږي چې به اخلاص 3 ورځې بعد به دا راځي موږ ته به تعهد راکړي چې من بعد به دا شای نه تکراریږي که تکرار شو بیا به خانی برخورد همین خاله میگم اون دکان یک دفعه بریم شام مای کار کن مای کبتش چی مشکل پیش آمد اینجا چطور مرلاک کردیم؟ مشکل خمی بود که شما عملا دیدین که ما اینجا کنترل داشتیم در ساحه دیدیم که اگر مثلا شیره ما گوشت قیمت سودا کرده بود تقریبا در 40-50 افغانی در کیلو تفاوت داشت. برای از اینا نرخنامه داده شده بود؟ بله نرخنامه دارن پالوپایشان دارن همگی به نرخ مطابق نرخنامه سودا میکنن. متاسفانه برادر ما از نرخنامه خلاف ورزی کرده بنان ما دکانش به خاطر 3 روز مرلاک میکنیم. 3 روز بعد از 3 روز دکانشون دوباره باز میشه؟ بعد از 3 روز دکان از باز میشن. تعهد از پیش میگیریم بعد از باز کردن. تعهد که داد اگر باز تکرار شد باز یک مراحل قانونی داره. بسیار همین میگم دکان خیر دیگه 4-5 روز نمیشه ها؟ نه چیش ختم ورو دی موږ وظیفه ده 3 بجو کته تانګ سوې یو کار بل دا د هوټل کې ما پرون غوښه واسه د 20 روپۍ او سلام آجی سوازش نکنی صحیح شد یک دانه دیگه هم بزن بالایش یک دانه ما اون زمین خشک شود بسیار قایم نه بریم 3 روز باز بیا اگر گوشتای تا میکشی ویروس دیگه کس مفروشی یا از اینجا میکشیش مشکل نیست یک نفر پرسنل ما امرات میه گوشتای تا صبح بکش باز بفروش سلام علیکم این خرید کی کرده تو گرفتی؟ تو اخیستی؟ که دغه د سیاسر ته ګورتو از لک سیاسر یو خط تاسو یو خط خورال ته وی خط بدرګه یا د باندې زیدو تلار ورکې سوزي د خورال ما خلاص هستیم ما میبریم شما تو نرو تو را کار دارم چرا تو کجا میری مجرم هستی صبر که ما جنس تو رو گرفته تو پشو چه شده اخیستی تا کلچه چه سواله هم کلچه را بیارم کلچه ترام ما را میره چرا اوجه بردی تو دلته راسه
دلته ورته راسته دلته امیس هم دادی؟ ها؟ یک دانه دیگه هم در سرش بود بکش در پیشونی مال چی میکنی؟ چرا که گدوات کردیش؟ ها وګوره همه لانه کلچې ګډوډې کړي په دې موږ په مخ کې دا جال وکړ ما بخاطر توفه گرفته بودیم نه امیر راست بگو ګوره رښتیا بوایه این د الله روزه دی نیولې تو هم دا کلچې اخیستې وې دا اوس این علی بود از یا مانده بودیم اما اینش اضافه است این چرا انداختی تو اضافه؟ 70 بود چی 70 بود؟ 70 بود کتی 70 بود و بیادر این اضافه کلچه را چرا؟ بسته همیجا مانده بود که ما آمدم تو غیبش کردی ایده خالی کردی؟ حاجی صاحب روزه گرفتی؟ روزه گرفتی؟ گرفتی دی روزه کسی دروغ میگه؟ خواهی چرا دروغ میگی؟ همی حال همی دقیقه همی رو دیدم سر به سر دو کارتن بودی طرف بردیش خود چرا گدوار شد باز یک دقیقه؟ اینی آزمانه است زده سه وایم ها که دیده مطلب نمو که ولی گدوار کردی نه این چرا سرش بستن که بیخی کیف کردیم سر تار تړلی ولی د گدوار کردی توفه مالی نشان پر میتون ای مرزی ټول مرزی دکان تا نه ما چندیم صحیح پرستش کردیم کلچه این همی است اما اینش از ما نیست یار اضافه پرداختیم چرا اضافه اینجا مرا توضیح بدی برو بان چرا اضافه انداختی پاک پوسکنده بگو بیادر کتی را ایجا ماندم زیر که 70 نه خالی کردم چرا در سرش مردم کلچه را خالی کردی او بیادر ما که نو در آمدم یعنی می بیادر سر به سر دو کارتن پیشکدگی بود مانده بودی را گفتم چند گرفتی باش توی را بردی پشت سر ما که تو سیاسره از را گفتم شما بیرون برن توی را بدل کردی کیلو 150 روپه برش دادیم کیلو 150 کیک گرفتیم 150 کلچه خب امی کلچه را تو چرا گډوډ کردی امی را بگو امی ما قیمت 6% نکردیم تا بالا جالا کدام گپ نیست نه که نیست چرا گډوډ کردی کدام گپ نیست حاجی صاحب دروغ نگو تو ری سفید آدم هستی اینجا امی کلچه فیت بود تیار چرا پلاستیک شکندی حاجی صاحب ما دروغ میگم این سر به سر بود بستگدگی بود تیار چرا وازش کردی چی میگی آدم این آدمان کدام وزن از این کم هیچ به گپ زدن ضرورت نیست دکان از این مرلاک در روز وازش نکنی آجل استیم برای بیادر بیخی بعد است رمضان از بعد است ما میره میگم گوش بگی هیچ چیز نمیگم امیره میگم رمضان است نه توم روزه گرفتیم هم روزه گرفتیم امی چی که هیچ در غلی کدی ما که آمدو میره پود کدی خوب کدی گوش بگی خوب کدی امیره که اوجا بردی چرا گشت کردی؟ نه پلاستیک گفت پلاستیک یک شب عالم نمیگم با وزن گرفته بود مرولاک عجل دکان ده په وزن اخیستی وي مهون صاحب دا وای په وزن اخیستی وزن دا دغه کلچې چې دی دغه ملګری کلچې تیار تړلې وي یو دانه یو دلته فیکو ګوره کې بسار و دا تیار په هغه کې متوکلې وي پرشمه باندې تړلې وي زه څه راغلم صرف دومره وخت مې واخیست چې کمره د دې موږ سره د سیاست ته مرتضی تاسو د باندې لاړ سئ دې سړی کلچې سر ته یو وړلې الته سره ګډ واډه کړی دوه جزء یو کلچې قیمت ورکړي بل د دې وزن کم ده د دې موږ ورور ته چې څومره کلچې ته ورکړي مثلا تاسو څومره اخیستی ما 2.5 کیلو برام آورد 2.5 کیلو برازی 2.5 کیلو گفته کلچه از کم بوده او را اضافه تر دیگه کلچه کس یار پس چقدر این یارا دوباره برام پرداختین یارا ما هیچ نگرفتیم این یارا اینه ما فقط این کلچه تو داخل دایره دولش کنه ما این یارا چه تو رو باید لک صبر وکت نه مگه پس نو بسبب تو کار کدامش که نیست بگیرش بانش هم بذار میگم رو بچین هر کدامش که نیست دیگه خسته صبر گیره موسیقی بگی باش صبر کن پاشو دور بتیره دور بتی چیتا ترازوی تا دور بتی ترازوی اون کلچه از همیست فهمیدی؟ صفرش کن
نه کلچه باش 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 نه کلچه زمین سامر صاحب کلچه بان جا بان عزیز صاحب ما در پیشروی ما چی نکو والله کذبوز وقت کلمات کذبوز ما دروغ میگیم حاجی صاحب دروغ اگه نمیگفتی در پشت سر کلچه کلمات نمیمانی کذبوز طبیعی اگه اعتراض داره اون همشیره ما 2 نفر چندیم صداش میکنم بیا که این میاد بین کلچه ما بود یا نبود نه با گپ تو ما خودم دیدم با چشم خودی ضرورت به چیزی نیست حالا عاجل عاجل کم نست باشه کلمه کاویان تو برات روزه ای تو با روزه گرفتی روزه گرفتی خدا راضی باشه کامو سفید هستی عمرت 5 سال عمرت مانده میری دو دنیا جواب هر کلچه را جدا جدا میتی آیسا پلاستیک تو اول خواهی ما مال از این زود چک کنین عاجل تو همون چیز رو خواهی پیسه ما را میدی کلچه ما را نه میدی کلچه نه کلچه دی واخلا همدا کلچه 2 کیلو ندی 2 کیلو به ما 2.5 کیلو گفت باش صبر کن تو صبر کن عاجل صبر در اعصاب مرا خرابه واسه وایم دی خست چطور ولی اعصاب را خرابه بیادر گوش بگی عاجل گوش بگی گوش بگی تو بکش امی ترازوی تو بکش فهمیدی کی دادلتا دسی ما خوڑا ورورا دسی اینا بگی پرت دونو که وارا ننداز باز ما نیست پاس کو ننداز که سیب کنو سلام خراب نکن راز ما توهین میکنی دیگه ما میایم یک جای چیز صحیح میگیریم باش قیمت گفتی صبر کو آره گوش بگی گمر گوش بگی دروغ میگه تل رسال بعد نه آیسا همشیره ما اومد سایکو عاجز ما روزه گرفتیم از صبح تا حالا گوش این کلچه دی نبود حاجی صاحب امی کلچه 1 کیلو 1 سایکو امی کلچه زمین بود صبر کو کلچه دست ما چنده مصطفی کلچه همشیره شما را جوشی نبود نه بود اینیا بود 1 کیلو کلچه دادی اجازه ندادیم گفتیم اینمی چیز برام آورد تاوان میتونه اگه 2.5 کیلو نبود اگه 2.5 کیلو نبود نه البته باش آیسا بده پیسه ما رو بیادر تو را 1.94 چیز 2 کیلو پورا نیست با 2.5 کیلو تو را پیسه از پیش گرفته 2.5 کیلو حاجی صاحب اگر در تو فساد نمی بود دیگه کلچه را دشگرد نمی گپ نزن دیگه گپ نزن که خیلی آدم بلسی خراب آدم است 2.5 کیلو کیک آمدن کیک را که در دوسی خیلی ای ضرورت ده تو دکان که مشکل دی یو سړی په 2 کیلو کې غلطی 2.5 کیلو په حسابي ظلم ګوره یو خدای په 2.5 په حساب کړی بل دا کلچې نه د په 1.5 سلو چقدر دادی هزاری شبته پس اجل بده پیسه شال ما میفهم امی کلچه از بود خدا راضی از بود قسم خودم از بود نه خود قسم ما خودم به شما خود در غری تو دیدم خراب سلام ورورا واغونیسا خدای عقل در کړی عقل دې لپاره کړی چې خلک دې مو پسترګو کې خاورې ونه چي هر ځای چې نرخ اخلي اول نرخ ما ګوره په دوام قدم کې خپل تعالی په دې خلکو اعتماد نسته خپل تعالی دلته ورته ګوره چې کله دې ترازو پوره و شاید پوره و بیا پیسې ورکا او نرخنامه ګوره مطابق نرخنامه دا اوس نیمه کیلو تقریبا 200 گرم ګوره پاګه کې کم درته تازه گرفتم یادم جمع کنید تازه که بر شما تعیین شده تازه رضایت کنه برای کی چقدر راضی هستین رضایت ما از این نقطه ما بسیار زیاد راضی هستیم به خاطر که دکاندارا نمیتونن بالای ما گران فروشی کنن البته ما فعلا نمیفهمیدیم که نرخنامه توزیع شده به این خاطر کلچه را در جان ما میفهمیم که قیمت دادن بر ما کلچه را چندیم وقتی که عمر صاحبی جامعه سر کلچه را هم کلچه انداختن ما را میگن که از شماست ما میگیم از ما نیست میگن نه از شماست نرخنامه بر دکاندارا تعیین شده مگر بازم اینا قیمت میفروشن بازم قیمت میفروشن در ضمن وزنش کم کرده بودن برای ما 2.5 کیلو گفتن یا تا 2 کیلو نبود با وجودی که این کار اینا انجام دادن شما چی مرولاک میکنید دکانشون ما طبعا ببینید این همشری ما اینجا کلچه گرفت ما که وقت در آمد و این موضوع را کلش ما دیدم و شما خود دیدم با وصفی که قیمت از یا بلند است در ترازو حتی 500 600 گرم از یا در ترازو کم کرده این دکانش خو یک دفعه ما مرولاک میکنیم برای آجی سب توصیه ما همی است که دیگه به همین چیز قناعت کو ضرور نیست که تو بگذاری
او هم نه همشیره ما دروغ میگه نه بیادر ما. چرا دروغ میگه؟ ضرورت چرا؟ تو خود دروغ میگی من شما خود دیدم. تو دروغ میگی چرا پشت سر کیک زیر بردی؟ چرا بردی پشت سر کلچه زیر؟ من برات میگم چرا بردی؟ کیک کردی کیک بیار وزن کنه کیک اون ما دروغ میگیم کیک. بس تاس خلاصی برو. سلامت باشه. تشکر. بای پامان. آقا که در یک 5 روز عمرت باقی نمانده در این عمری تو کارو میکنی. خدا راستی جماعت بازم قسم خورده رئیستی. بعد از شرم صبح تو جوان هستی در تجارت دوزی نمیشه و دوزی زیاد کردن نمیتونی. نه خجل مربوط از اون نبود. این خویی چرا تاریخ تیر است؟ چرا تاریخ تیر؟ همینجا که میارن ما میگیریم. چرا تاریخ تیر است؟ جوس هست کو چرا تاریخ تیر در یخچال مانده است؟ امیر از دقیق سال بیخی دقیق کاکا جان اون نوشته است 1 سال وقت داره 1400 از 2 سال تیر شده. خب برن زی ورک هست که بسیم برو لاکی ایده دکانداری نه حاجی صاحب با کلمه که می خانم تایید تو از پیش ما صدا کردن نمیتونی اینجا بخی با خدا با قرآن مال خلاص خلاص اگه ایسای کو باش یگم میذارم یگم اگه میاد نکته دان کدا تفاوتی برای دیدی صحیح شد بود مال ما با خدا با قرآن مال ما من اجازه میتونم بیرون برم خیر است امیر ایسای کو اگه کدام صاحب خطای حال شده امپیر ببخش خیر است امپیر ببخش امپیر با قرآن مال ما باش باش یگم میذارم امپیر بخش بیاد امار تو که ساعت چرا ایدی بالا مارده بس زود کن نه عجل شور بخورین از زمین راه هر کس که چیز بگذارید داخل کنین طول نمیخوره بندش که دکانش من کار جایی که میبره ببره هیورا دکانی مار بند که چارج ویدیو دیسی خوب استی همشرا چی گرفتی چقدر چند گرفتی